نکته‌ای که همه مادرهای باردار باید بهش توجه داشته باشند آگاهی از الگوی منحصر به فرد حرکتی جنین خودشونه، نه اینکه صرفا یک شمارش خشک و خالی از تعداد حرکات روزانه داشته باشند. اگر الگوی حرکتی بچه شما متفاوت با روز قبل شده و تعداد حرکتش همون 10 تا در 2 ساعت هست، باید به این مورد توجه ویژه داشته باشید. حالا چه اقداماتی رو باید انجام بدید؟ اول از همه به دستشویی برید و مثانه‌تون رو تخلیه کنید. بعدش یک میان وعده سبک و مقداری نوشیدنی بخورید و به دست چپ دراز بکشید و شروع کنید به بررسی و شمارش تعداد حرکات بچه. اگر روتین حرکتی جنین شما همیشه پرفعالیت و جنب و جوش شده اما الان یک کاهش محسوس در حرکتش می‌بینید و موقع شمارش حرکات هم 10 تا حرکت رو در 2 ساعت میشمارید، باز هم یک زنگ خطر محسوب میشه و حتما باید مراقب سلامتتون رو مطلع کنید و یک نوار NST داشته باشید. یک ویدیو کامل راجع به نحوه شمارش حرکات بچه برات آماده کردم که هیچ خانم بارداری نباید دیدن این ویدیو رو از دست بده. کلمه شمارش رو برام کامنت کن تا ویدیو برات ارسال بشه.